مشورت میکنم با پدرم تماس بگیرم پدر بگم اینه پدر چی میگه. هیچی آقا این اومد اینجا و شب اول آقا ما شروع کردیم لب و لوب و اشغال. کار ما که داشت تموم میشد این دیوس قدیر قفل کرد پاشو دور منو نگه داشت. گرفتی؟ اینجا صحنه خطرناکه دیگه. الان خارگوسه با آرش زنگ زده که من حاملم از آیسان. یاران همه رفتن پسر مواظب باش برای من بچه درست نکنی نه توی چالوز بگی پدر این داشتی باش بزرگ کن. ولی الان واقعا اگه این اتفاق بیفته ارواح مادرت میتونی کمک کنی ما رو یا نه؟ آره دیگه بفرستی که ایران من نگهش میدارم. من ایران بفرستم قدیر جان بعد میدونی که تو همینجوری من دستگاه پول جابگان من جوهرش داره تمام میشه. بعد هر روز مثلا بچه 6 ماه آره پسر کفش فوتبال میخواد خارکوسته این بچه کسکه این خارکوسته راه نمیره که فوتبال هزینت خیلی میره بالا. روزی چقدر قدیر روزی چقدر این بچه رو من باید دلار بزرگ کنم پول ایرانی. آی قدیر کسخل دانشگاه بشه آجی خیلی کسخلتم به ارواح مادرت. قدیر اگر یک روزی از این دنیا رفتم میفهمی چه چیزهایی برات گذاشتم قدیر جون. خواهی مادر کیرم تو اول آخر اون بنیانگذار بکن آیده چرا میریدی تو حالا. شوخی کردم بابا شوخی کردم حالا تمومش که شوخی کردم بابا. چرا من که بهت گفتم که من از خدا هیچی نمیخوام. خدای من شکنجه نده اگه برنامه بده قدیرکاری بده آفتان من خوشگل من خوش زندگی میدونم آیشان همیشه به یاد من هست. بس سلام عالی شد من کوچیکتم. امیر روحانی اگه تو لایو هستی شماره کارت قدیر رو تکست بهش بده 20 میلیون براش بزن. امروز خیلی قشنگ صحبت کرد پدر. رد کرد حاجی قدیر رد کرد. حاجی من میخوام برم ورزش بکنم. I love you همتون. در مورد اون موضوع سانده هفته بعد صحبت میکنیم. I love you به یا علی بچه.